بچه ها نترسین، من اینجام، مشکل رو حل میکنم. آقای پلیس چطور همچین چیزی ممکنه؟ اون آدم زنده است. آخرین بار اومده بود دم پرورشگاه. بعد از اون تاریخی که گفتین کسی اونو ندیده. باید تحقیقاتمون رو کامل کنیم. لطفا مزاحم کار ما نشین. بیرون منتظر بمونیم. کجا بودی تو؟ به تو چه؟ دافنه هیچ معلومه داری چی کار میکنی؟ آقا توپراک اون معلم ماست و تو پیش خودت واقعا چه فکری میکنی؟ این امکان نداره. فهمیدی؟ میشه تو کارای من دخالت نکنی؟ دافنه تو به خاطر اینکه نظر گونه‌ای رو جلب کنی این کارا رو میکنی، اما بدون داری اشتباه میکنی. آقا توپراک خیلی از تو بزرگتره. دست از بچه بازی بردار. تو هم رفتی با یه قاتل دوست شدی. این بچه بازی نیست. این حقیقت نداره. پلیس ازشون بازجویی میکنه، اون وقت میفهمیم کی راست میگه. تو چی داری میگی ها؟ رفتی چه غلطی کردی؟ رفتم پیش پلیس و همه چی رو گفتم. دوست دخترت میفته زندان. واقعا که دافنه، واقعا که. چه خبره؟ چرا دارین دعوا میکنی؟ مامان دخترت رفته همه چی رو به پلیس گفته. چی؟ مامان تو هم طرف اونایی؟ من نمیفهمم چرا اینقدر از اونا طرفداری میکنین ها؟ چرا؟ من دارم میرم. باشه صبر کن. مامان ولم کن، میخوام برم. میگم صبر کن. میخوام برم. صبر کن. خیلی خوب با هم میریم. تو برو بیرون. گم شو. تو هم از اینجا نمیری. هی مامان در باز کن. مامان در باز کن. میگم بازش کن. بازش کن مامان. مامان چرا سرکار زندانی کردی؟ دافنه تو چی کار کردی؟ برادرت هم نابود کردی. در باز کن. زود باش یه تلفن برای من پیدا کن. بدو. مامان باز کن این درو. مامان این در لعنتی رو باز کن. این در لعنتی رو بازش کن مامان. باز کن در مامان. مامان سرکارم با اونا بوده؟ درو باز کن مامان. یه چیزی بگو دیگه. الو توفیق، تو درد سر افتادیم. همین الان بیا خونه فورا. باز کن گفتم مامان. درو باز کن. درو باز کنین. باز کنین درو باز کن. باز کن مامان. دافنه چجوری از این ماجرا خبردار شد؟ از کجا میخواستی خبردار بشه؟ معلومه سرکار گفته خواهرشه. تو هم رفتی به کی اعتماد کردی؟ بیا تحویل بگیر. یکی دیگه گفته سرکار این کارو نمیکنه. فعلا که کرده، وگرنه پلیس از کجا فهمید که با سنگ زدین تو سرشو بعدش انداختینش تو آب همه چی رو فهمیدن؟ دیگه از کجا ممکنه فهمیده باشن؟ بس دیگه، بعدن درباره اینا بحث میکنیم. فعلا باید به فکر چاره باشیم. ما دیگه نمیتونیم از اینجا بیایم بیرون. سوگل بدبخت شدیم، زندانیمون میکنن. ساغر انقدر چرت و پرت نگو، کمال زنده است. اول ما رو میبرن پیش قاضی، ما هم همه چی رو تعریف میکنیم، یعنی میگیم که اون زنده است. چقدر باور میکنن؟ ما رو قبلا هم آوردن اینجا در حالی که حق با ما بود. چیکار کردن؟ حرفمون رو باور نکردن، حق دادن به اون پولدارای کثیف. سوگل اینجوری نگو. بابام همیشه میگفت عدالت جای خودش رو پیدا میکنه. چون بابای تو هم پولدار بود. عدالت فقط واسه اونا کاربرد داره. همه چیو به قاضی میگیم. اتفاقی که تو حیاط افتاد قضیه تله ها. اگه قضیه تله ها رو بگیم ما رو مقصر میدونن. همه چی علیه ماست. من از اولش گفتم بریم همه چیو به پلیس بگیم، ولی گوش ندادین، به حرفم توجه نکردین. برای حمایت از من تو درد سر افتادی. معذرت میخوام. تو هم جای ما بودی همین کارو میکردی، ناراحت نباش. بخواب پسرم، بخواب عزیزم تا منم به کارم برسم.
الو. بله خودم هستم. چی؟ ایلولو بردین کلانتری؟ چرا؟ مگه بچم چی کار کرده؟ به خاطر قتل کمال؟ باز کنین مامان، درو باز کن مامان. مامان درو باز کنین. نمیتونم پسرم، نمیتونم اجازه بدم با دستای خودتو بدبخت کنی. مامان منم اونجا بودم، منم اون شب با اون دخترا بودم، منم شریک جرمم. درو باز کن، درو باز کن. خب باش، تو پسر منی، تو هر کاری بکنی من باید ازت مراقبت کنم. نمیخوام ازم محافظت کنی، هیچی ازت نمیخوام، فقط این درو باز کن. مامان یه بار باعث شدم اون دخترها تو درد سر بیافتن، اما دیگه این کارو نمیکنم، دیگه نمیکنم. مامان این درو باز کنی، درو باز کن مامان. مامان معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. باباست. بابا به خدا من نمیدونستم سرکارم پاشگیره، وگرنه نمیرفتم پیش پلیس. به خدا نمیدونستم. کجاست؟ مامان زندانیش کرده تو اتاق من. این درو باز کنین دیگه، این درو باز کنین، درو باز کنین. گفت میخوام برم پیش پلیس، منم چیز دیگه ای به ذهنم نرسید. سرکان منم با وکیلمون صحبت کردم، الان میاد اینجا. یه راهی پیدا میکنیم تا تبرئه بشی. پس اون دخترها چی بابا؟ دوستای ایلول چی؟ ما فقط در قبال تو مسئولیم. تا وقتی بیگناهیت اثبات بشه اگه لازم باشه باید بری تو ویلامون بمونی. بابا من از این خونه فقط به قصد پلیس میرم بیرون، من بی‌شرف نیستم. یه بار ترسیدم و فرار کردم، اما دیگه نمیکنم. شنیدی چی گفتم؟ این درو باز کن بابا. دخترم آوردین اینجا. ایلول اون کجاست؟ ایلول از دخترایی که از پرورشگاه آورده بودن؟ اونا باید برن پیش قاضی، ولی در حال حاضر تو بازداشتگاهن. اون دختر منه، تو رو جون بچت. خواهش میکنم منو ببر پیشش، میخوام ببینمش. پاشو با این خانم برو. باش. ما قاتل نیستیم. الان میرن خوابگاه‌ام میگردن. اونا ابزاره مخصوص دارن، رد خون رو راحت پیدا میکنن. ما مگه خودمون رو تیکه تیکه کنیم نمیتونیم اثبات کنیم که کمال زنده است. همش تقصیر منه. خیلی خوب، حالا روحیتون از دست ندین. روحیه چیه بابا؟ خیلی خوب، اصلا به من چه؟ اینقدر زرزر کنین و خودتون رو بزنین شاید دلشون بسوزه آزادتون کنن. ای خدا از دست اینا. ایلول دخترم. درو باز کنین بابا، درو باز کن. گفتم درو باز کن بابا. این درو باز کن، این درو باز کنین.